الان من 3 روزه که پیش شما هستم و دایرکت پر شده از اینکه اداسپورت چیکار میکنه. چیکار میکنید؟ حق دارم واقعا. مثلا بهشون حق میدم. همین الان صدام به اوج خودش رسید. هر جایی که من باشم این صداها جزء روتینه. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتونم. من فنوشه کریمی، مدیر مارکتینگ اداسپورت. بذار گپ بزنیم راجع به اداسپورت چیه؟ سوالیه برای خیلی‌ها پیش اومده. چیزیه که خودم هم نمیدونستم. برام قشنگه. نداریم واقعیتش، یعنی نداشتیم ورژن مشابهش. حق دارن نسبت به اینکه میپرسن اصلا اداسپورت چی هست. اداسپورت یک آژانس تخصصی بازاریابی و برندینگ با تخصص ورزشه و با علم ورزش، سلامت و در واقع علم این که چطوری بخواد شهرت آدم‌ها رو مدیریت بکنه. چه آدم‌ها، چه افرادی. یعنی چی شهرت آدم‌ها رو مدیریت کنه؟ این به زبان ساده‌اش راحتش اینجوریه که خیلی از آدم‌های مهم و چهره و تاثیرگذار مثل خود شما خواهش می‌کنم بعد از اینکه در واقع شهرت میاد سمتشون و معروف میشن، مدیریت کردن اون تصویر ذهنی آدم‌ها نسبت به خودشون و اون مارکت تجاری که دارن خیلی اهمیت داره. بله. به خاطر اینه که هم بهشون فرصت رشد رو میده. در واقع اگه اون جامعه نباشه که بخواد ازشون حمایت بکنه و این شهرت رو در واقع داره از اونها میگیره و نتونه این تصویر ذهنی رو منیج بکنه، دچار سختی میشه. امکان داره فرصت تجاریش از دست بده، امکان داره که برای مخاطبینش یه پیامی انتقال بده یا منتقل بکنه که اصلا همه چی رو عوض کنه، به هم بریزه. درست. نمونه زیادی داشتیم توی دنیا. الان که اینو داری میگی برای خودم خیلی جالب بود. من تقریبا چند وقتی پیش با یک گروهی همکاری داشتم، اسپانسر بودن و 1 ماه باهاشون همکاری کردم و به خاطر اینکه قوانینی که توی قراردادمون بود رعایت نکردن، کیفیت محصولاتشون نداشت و من خیلی برام اعتبارم مهم هستش و اگر محصولی رو خودم استفاده کنم و ببینم کیفیت نداره قطع همکاری میکنم یا اصلا تبلیغاتش رو انجام نمیدم. این مسئله برای خود من پیش اومد و من چقدر پشیمون شدم که اصلا احساس کردم که صادقانه بگم لولم توی این 1 ماه در کنار اون گروه پایین اومد. حالا من به خاطر همکاری توی تولید محتوا بود، علاوه اینکه پول ما رو ندادن بهمون توهینم کردن لولمون هم اومد پایین. آخرم طلبکار شدن. اون آسیبی که به خود آدم میرسه، افسوسی که میخوری. کاش من الان این دغدغه رو ببین چجوری. ببین همه بچهای بلاگر این مسئله رو دارن. حالا فکر کنید این شهرته حتی بزرگتر هم بشه. درسته. یعنی شما یه بازیکن تیم ملی هستی. بله. شما یه بازیکن حرفه‌ای هستی که داری از طریق ورزش کردن پول در میاری و همه میشناسنه. جدا از آدم‌های اینفلوئنسی مثل شما که یه تاثیر جدی توی میته دارن، ببین چقدر چالش‌ها میتونه بزرگ بشه. یعنی ما یه همکاری میکنیم، یه ویدیو میسازیم برای یه برندی و فکر میکنیم تموم شده. بله. باید بگذره ازش ببینیم چرا این کارو کردن. یعنی شما اگر ما با گروه شما یا گروه‌هایی که به این شکل مارکتینگ هستن همکاری کنیم، شما میاین میسنجین شرایط رو که ما فردا وارد کار و همکاری با اون گروه شدیم دچار مشکل نشیم، بعد پشیمون نشیم و خیرمون رو بگن که آقا شما این کار رو انجام دادی. حالا بعد پرداخت اصلا بعد اون هزینه که گرفتی رو به خاطر اینکه یه سری منع قانون داشته این مورد باید پرداخت کنی دیگه. اینجا حق مردم خورده شده. در واقع شما این کار رو هم انجام میدی؟ آره کاملا. ما بهش میگیم مدیریت کردن شهرت آدم‌ها. این ساده ترین و بهترین دیالوگیه که براش میشه داشت و موضوعی که وجود داره اینه که دقیقاً همینه. ببین ما اونجایی کنار شما هم میتونیم قرار بگیریم و کمک بکنیم از اون لحاظ که علم برندینگ رو داریم، علم مارکتینگ رو داریم و میدونیم تو صنعت میتونه چطوری این نمایش داده بشه و کنار شما وای میستیم. بعد از اینکه یه سری تحقیقات روی خود اون شخص، روی پرسونال برندش انجام شد، میایم حالا بهش میگیم آیا اصلا کار کردن با این برند میتونه به تو کمک بکنه یا نه؟ آیا شما دوتا به لحاظ مایندست به همدیگه میخورین یا نمیخورین و در بلند مدت میتونه چه اتفاقی بیفته؟ بله. ببین ماهیت کار اینجوری که همیشه توی دنیا همیشه ریسکی داشته این موضوع و
ولی ما میایم کمک میکنیم که این ریسک رو مدیریت کنیم و اینجوری باشه که تو بلند مدت شما به جای که از 50% آزمون رو خطا کردن برسید به 70% سیف تر باشید، 80% سیف تر چقدر وقت اسپانسر گرفتن و اون مسئله مالی واسه ما اگر شما کنارمون باشین چقدر واسه ما راحت تر میشه. آره واقعا دردسر داره چون من خیلی جواب پولمو خوردم. اون کوچیک‌تری بشه. اون قسمتی که توهین بهت میکنه از همه بیشتر درد داره. و اینکه یه جاهایی چون به قوانین آگاه نبودیم حقمون خورده شده دیگه و میتونستیم مثلا خیلی بهتر اقدام کنیم. اون ناآگاه بودن باعث شده که این اتفاق نیفته. و یه چیز دیگه که الان داری تو صحبتات میگی برای من جالبه اینه که چقدر آسون‌تر میشه پیشرفت. نه؟ خیلی راحت‌تر میشه. ببین یه دغدغه که دقیقا همینه موضوع. یه دغدغه‌ای که وجود داشت این بود که هم برای برند نمیدونست باید با کی کار کنه. درسته. هم برای این آدم‌ها نمیدونستن چطوری باید اسپانسر پیدا بکنن. آره. و این درخواست دادن، این ریکوست دادن خیلی سخت. آره من نمیتونم بیام مثلا به یه شرکتی مثل پگا بگم که ما با هم همکاری کنیم. خب این اصلا قشنگ نیست. اصلا پوزیشنینگش جالبه. دقیقاً جذابیتی نداره. آره نقش ما اینجاست. ببین ما این رو راحت می‌کنیم. شما میگی به من میگی من یه ایونتی دارم، من می‌خوام این کارو انجام بدم، یه ایده‌ای دارم و چطوری اینو ادسپورت میتونه برای من ساپورت مالی پیدا بکنه. ادسپورت داره با کلی از برندها کار میکنه، همونایی که تخصصی توی ورزشن یا نه کل برندهای مثل جامعه خودرو، مثل جامعه در واقع گروه FMCG که اینا خودشون علاقه‌مندن که اسپانسر شما بشن، فقط شما رو نمیشناسن. بله. و من شناخته شدن شما خیلی کمک همین. و من میام اونجا کنار شما وای میستم و کنار برند و میگم ببین من ایشونو میشناسم، این دیتاشه، میدونم چقدر تأثیر گذاره روی مارکت خودش و توی مخاطب خودش، پس در نتیجه تو میتونی با این آدم کار بکنی. یه اپرووی اینجا میگیم بهش. و این قضیه هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود به صورت تخصصی. یعنی ما آژانس فکر نکنم اصلا ورزشکارهای زیادی اصلا فکر کنم انگشت شمار باشن یا همچین چیزی. درسته؟ یعنی همچین آژانسی پشت ورزشکار برات برندسازی کنه و تو بتونی اینقدر همه چی رو راحت پیش ببری، همه کارا رو هندل کنه. فکر کنم راه رسیدن به ثروت اینجوری با شما ما آدما رو ثروتمند می‌کنیم. با خیلی خوبه. خیلی خوبه. آروم تا پکیج هم بفروشه تو خیلی خوبه. من اتفاقا داشتم با یکی از بچهای مدیریت صحبت می‌کردم توی ادسپورت، همین حرف رو به من زد که خیلی راحت میشه پولدار شد به شرط اینکه خودت رو بشناسی و تو رو به دیگران بشناسونن و اینکه اصلا به چی شناخته بشی. این مهمه. این خیلی اینجا گیره همه است. اصلا برندها هم این مشکل رو دارن، در نهایت نمیدونن باید به چی شناخته. چقدر بچه‌ای هستن که زحمت میکشن و شناخته شده نیستن و نمیتونن راحت به اون مرحله مالی برسن و شرایط رو اوکی کنن. امیدوارم که این اتفاق واقعا پشت همه ورزشکارها و همه افرادی که دارن تلاش میکنن بیفته و باشه و چقدر حس خوبیه همه شرایط این رو. یه سوال دیگه بکنم، شرایط مالی که با شما بخواید وارد حرفش آقا گرونه چون همه از دستشون بر نمیاد. ما یه قابلیتی که داریم به خاطر اینکه ورزش برای همه است. بله. این مایندست اینکه ورزش برای همه است، شما با هر موقعیت و پوزیشنی میتونی ورزش بکنی، با هر لول در واقع مالی و هر شرایط امکانی که داری، این در وجود ما هم هست. ما نمیتونیم خودمون رو جدا بکنیم از این مایندست. اما اینم میگم که لازمه بخشی از درست پرزنت شدن همیشه تزریق مالی هست و ما نمیتونیم بگیم نیست. این اصلا به نظرم دروغ بزرگه. اصلا شما اگر برای موفقیت و پیشرفتت هزینه ای رو پرداخت نکنی کار شما هم بی‌ارزش میشه. من خودم به شخصه وقتی اینم یه چیزی رو میخرم که یکم هم گرونه قدرشو بیشتر بزنم موضوعم خراب نشه. ولی چیزی که حالا مثال دارم میگم براش هزینه‌ای نکنم شاید پشت گوش بندازم، خیلی برام این یه واقعیته. اون کفش گرونه رو بیشتر حواسمون از خراب نشه تا اون کفش ارزونه رو پاشنش هم میخواد میشه وسیله همه. پس
این مسئله که الان من گفتم اینه که خب بالاخره هزینه‌ای داره، اما شما شرایط رو آسان‌تر می‌کنید. ما شرایط رو آسان‌تر می‌کنیم براشون، به خصوص که خب ما یه رسالتی هم داریم. بله. و تلاشمون اینه که به آدم‌ها و مجموعه‌هایی که در شروع راهن از طریق آکادمی خودمون کمک بکنیم، آموزششون بدیم، ساپورتشون بکنیم توی مشاوره‌هایی که می‌تونیم براشون داشته باشیم به شکل گروهی و براشون مثل جلسه می‌ذاریم، یه ذره اصلا در مورد علم مارکتینگ ورزشی توضیح میدیم، بدونن باید و نبایدها رو بشناسن و در کنارش با همکاریایی که با برندها داریم، حالا مجموعه بزرگتر شاید، به این شکل که تلاشمون اینه که بتونیم باز شرایط رو برای مجموعه کوچکتر فراهم بکنیم، چون اینان قاعدتا کریتیویتی دارن، میتونن نسل آینده رو بسازن، خصوصا نسل جنزی که در آینده در واقع داره میاد بالا و اونها خودشون یه انرژی زیادی به ما تزریق میکنن و ما از اینا حمایت میکنیم که بخوان رشد پیدا بکنن. ولی یه چیزی که میگم اینه که ما روی هر سرویس قیمتمون متفاوته، یعنی یه فیکس پرایسی نداریم، خود برند در واقع متناسب با اون نیازی که داره. ما تشخیص میدیم نیاز رو، بهش پیشنهادمون میدیم، براش قیمت و بهاش رو تعیین می‌کنیم و اصولاً وارد مذاکره به این شکل. درست. پس هر کسی میتونه به هر شکلی با ما کار بکنه، از این شخصی که در واقع میخواد با یک نفر اینفلوئنسر کار بکنه، با یه عدد محدودی اینفلوئنسر، تا پروژه‌های سفیر برندی که داریم که برای مجموعه‌های بزرگ، پروژه‌های سفیر برند اصولاً اعداد در واقع حالا بزرگتری تو دل خودشون دارن. پس اینجوریه که ما این ظرفیت رو تو دل خودمون بتونیم رسالت خودمون درست کنیم. مرسی از توضیحات کامل. ممنونم. خیلی خوشحال شدم. ممنونم.